سلام علیکم، حالتون چطوره؟ به اولین ویدیوی هنگ تایم با من هنگامه خوش اومدید. منو میگه. خب داستان از این قراره که تارا یه روز اومد گفت بیا درباره اختلالا بریم تو یوتیوب صحبت بکنیم. گفتم مثلا چی؟ گفت یه چیزی که الان خیلی‌ها بهش درگیرن و نسبت بهش اطلاعات ندارن ADHD یا بیش فعالیه یا کمبود توجه. یکی از اختلالات شایعه که 10 تا 15% بچه‌ها گرفتارشن و این گرفتاری تا بزرگسالی هم ادامه داره. یعنی یه جوریه که هیچ وقت از بین نمیره. خیلی عدد زیادیه. 10 تا 15% آدما از لحظه‌ای که به دنیا میان با ADHD هستن تا لحظه‌ای که دیگه بزرگ بشن و احتمالاً جان به جان آفرین تسلیم کنن. حالا میدونی چرا یعنی هیچ موقع از بین نمیره؟ به خاطر اینکه اینا از زمانی که متولد میشن ساختار مغزشون کلا با افراد عادی خیلی متفاوته. توی این ویدیو میخوایم راجع به تمام چیزایی که افراد ADHD از لحاظ نوروساینسی با افراد عادی متفاوتن حرف بزنیم. به عبارتی یعنی اینکه اگه رنگ چشم تارا مثلا مشکیه، ADHD هم یه ویژگیه. همونطور که مشکی بودن چشم یه ویژگیه، ADHD هم یه ویژگیه. ولی بریم ببینیم این ویژگی با مغز چیکار میکنه. بریم. تارا بیا بالا. این خودش هم بیش فعاله. تصویربرداری‌های مغزی مثل fMRI ها نشون میده که افراد ADHD تفاوت‌های جزئی اما معناداری با انسان‌های عادی دارن. اینا هم به خاطر تأخیر روی رشد مغزیشونه. یعنی به عبارتی مغزشون نسبت به سایر انسان‌های عادی‌تر دیرتر رشد پیدا کرده. حالا میخوایم بگیم که این افراد ADHD یا همون بیش فعال چه قسمتایی از مغزشون دیرتر رشد میکنه نسبت به افراد عادی. قسمتی از مغز هست به نام قسمت پیشانی. این قسمت چی کاره است؟ بخوام مثال بزنم مثل رئیس شرکته یا مثل مدیر اجرایی مغزه. در حقیقت کارش چیه؟ کارش کنترل و تمرکز و کنترل روی تصمیم گیری های ماست. خب حالا چه تفاوتی بین ADHD و غیر ADHD دارن؟ ADHD ها 3 تا 4% این قسمت مغزشون نسبت به سایر بچه‌ها کوچیک‌تره. به عبارت بهتر بچه‌ها اگه تا در 12 سالگی این قسمت پیشانیشون تکمیل میشه و رشد خودشون انجام میده، ADHD ها اینا یه خورده دیرتر رشد میکنن. یعنی 3 تا 4 سال طول میکشه تا رشد این قسمت کامل بشه. یا به زبون ساده تر یه فرد ADHD یه فرد عادی ممکنه که این قشر پیشانیش تا 12 سالگی رشدش کامل بشه، ولی یه فرد ADHD ممکنه که تا 15 الی 16 سالگی این رشدش هنوز کامل نشده باشه. این یه تفاوت. اولی تفاوت. خب دومی؟ خب برو بریم دومی تفاوت. الان این رشد نکرده. دومین تفاوتش گروه‌های قاعده‌ای یا مخچه یا گانگلیون چی بود؟ گانگلیون های پایه‌ای. خب تفاوت دومش گروه‌های قاعده‌ای یا مخچه یا به عبارتی گانگلیون های پایه و مخچه است که این قسمت هم توی افراد ADHD کمتر و دیرتر رشد میکنه نسبت به افراد عادی. حالا این قسمت چیه؟ اینا مال کنترلگری یا همون به عبارتی کنترل کردن حرکتی افراده. یعنی مثلا دیدی افراد ADHD نمیتونن که دست و پاشون رو خیلی کنترل کنن و خیلی ورجه ورجه میکنن. این به خاطر همین قسمتشونه که این قسمت هم دیرتر رشد میکنه که البته این قسمت مال به اون ریسک پذیری ژنتیکی هم مرتبطه. خیلی ربط داره. خب حالا ببینیم که از نظر عملکردی چه اتفاقی میفته. ببین یه قسمتی هست به نام قسمت پیش‌فرض، خب که کار خیال پردازی رو انجام میده. وقتی که انسان عادی میخواد تمرکز کنه روی کار، قسمت خیال پردازیشو آف میکنه یا اینکه این در کمترین حالت کاربریش استفاده میشه. اما ADHD ها نمیتونن اون قسمتی که مربوط به خیال پردازی رو آفش بکنن و خون رسانی توی این قسمتی که گفتم خیلی بیشتر میشه و به همین دلیل اصلا تعطیل کردن این قسمت براشون تقریبا غیر ممکن میشه. که اینه مثلا دست خودشون نیست. یعنی توی ساختار مغزیشونه. اینجوریه که افراد عادی
کلا وقتی میخوان تمرکز بکنن این قسمت خودکار میاد پایین. آره دقیقاً. ولی توی افراد ADHD به خاطر خون رسانی، یعنی خودشون دخل و تصرفی توش ندارن. ولی خب افراد ADHD متاسفانه اون درس خیلی خیال پردازی میکنن. آره. خب ببین یه چیزی من به زبان ساده بگم. فرض کن یه سری حمل کننده هستن که اینا دوپامین و نورابینفرین رو میبرن به قسمت‌های دیگه مغز میرسونن. تو آدمایی که ADHD دارن این قضیه خیلی کند اتفاق میفته. حالا بیا به کاربریشو بگم چطوریه. این افراد تحمل اینو ندارن که تو بهش بگی این کار رو انجام بده 1 ساعت 2 ساعت تا بعد بهت پاداش بدم. اینا چون که حمل کننده هاشون دیرتر عمل میکنن از ساعه پاداش میخواد. اگه پاداش گرفت میتونه تمرکز بکنه روی کار. پس به همین دلیله که این افراد براشون تمرکز کردن به خاطر رسیدن به یه پاداش خیلی سخته. یعنی به زبان خیلی ساده تر این پاداش طولانی مدت براشون معنی نداره. براشون معنی نداره. این کارو بکن تا مثلا یه مدت طولانی دیگه پاداشتو بهت بدم. نه قبول نمی‌کنم. باید همین الان. چون دوپامین و نورابینفرینشون دیرتر به مغزشون میرسه. آره باید همین الان پاداش همین کاری که الان انجام دادم بهم بدی تا بتونم کار بعدی انجام بدم. آفرین دقیقاً. اصلا کلا به زبون ساده افراد ADHD خیلی افراد باحالی هستن. چرا؟ اینا مثل یه ماشینی هستن که یه موتور خیلی قوی دارن ولی ترمزاشون ضعیفه. اگه ما بتونیم این ترمزا رو یک کمی قویشون بکنیم واقعا میتره کنن. یعنی خلاقیت فوق‌العاده‌ای دارن. دقیقاً. این افراد خدایی خلاقیت خیلی قوی دارن. منتها فقط باید سیستم ترمزشون رو یه ذره دستکاری کنیم. حالا در ادامه میگیم چطوری این ترمزها رو دستکاری کنید که ببینیم براتون چیکار میکنن. بریم. میخوایم الان تمام این چیزایی که گفتیم توی یه نمیتونه صحبت کنه. توی 1 دقیقه میخوایم همه اینا رو خلاصه کنیم و سریع به شما بگیم. مغز عادی، انسان‌های عادی و انسان‌های ADHD. عادی‌ها قسمت پیشانیشون خیلی سریع‌تر رشد میکنه و حجمش هم بزرگتره. ما 2 تا 3 سال کنتر رشد میکنه و 3 تا 4% هم کوچیک‌تره. قسمت خیال پردازی ما وقتی داریم تمرکز میکنیم خاموش میشه ولی مال ما بیش فعال میشه و باعث حواس پرتی میشه. سطح دوپامین در بدن ما به صورت عادی و متعادله ولی در ما اینجوری نیست، پایین تره و اگر همون لحظه پاداش دریافت نکنیم ادامه نمیتونیم بدیم. رشد کلی ما به صورت خطی و بدون وقفه است. رشد ما کنتره ولی با درمان قابل جبرانه. تمام. توی ویدیوی بعدی میخوایم بهتون بگیم که چجوری افراد ADHD خودشون میتونن چیزا رو یاد بگیرن یا بقیه چجوری باید بهشون چیزا رو آموزش بدن. پس مدل یادگیری ADHD ها تو ویدیوی بعدی. تا ویدیوی بعدی بدرود. خداحافظ.